با شکاری که آنکنون به دست سگ‌های گله است، گرگ‌ها فعلا برای یک شب دیگه گرسنه برمیگردند. امروزه بخشی عظیم حیات وحش اروپا مجبور است در کنار مردم زندگی کند. بیشترین سازگاری را میتوان در شهرها و شهرستانها پیدا کرد. جبل طارق درست در انتهای جنوبی قاره، خانه تنها میمونهای باقی مانده در او. میمونهای بغلی. چهار دسته خانواده در اینجا زندگی می‌کنند. در جامعه این میمون‌ها یک سلسله مراتب دقیقی وجود دارد و این وضعیت درونی را مالک شده‌اند. این ماده اولین فرزندش را به تازگی به دنیا آورد. او حالا در مرحله شیر دادن باشد و همینطور فرزندش. آنها مدام مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند که در حاشیه